دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یکی از کلمات به احتمال خیلی زیاد ناآشنا برای شما کلمه زبان پریشی یا آفازیه. زبان پریشی یا آفازی یک اختلال گفتاریه که در اثر اختلال در عملکرد مغز اتفاق میفته که معمولا میتونه در اثر ضربه به سر یا سکته های مغزی بیشتر رایج هست و معمولا هم ما در سنین بالا میبینیم آفازی رو. خب بیمار ممکنه به کلینیک مراجعه بکنه با مشکل آفازی، کاملا صحبت میکنه و هیچ مشکلی از لحاظ تلفظی نداره، ولی هیچ آگاهی به زمان و مکان نداشته باشه. یعنی صحبت که میکنه شما فکر میکنید که ایشون کاملا مرتبط داره صحبت میکنه، ولی اون کلماتی که داره استفاده میکنه کلمات بی ربط به زمان و مکان هستند، در عین حال کاملا واضح و مشخص. خب این بیمار رو لیبل آفازی ورنیکه میگیره. بیمار دیگه به ما مراجعه میکنه که توان کلام نداره ولی آگاهی به زمان و مکان داره، یعنی کاملا متوجه هست که الان کجاست، قبلا چی کاره بوده، حتی خیلی وقتا لحظه حادثه رو هم خاطرشون هست و میتونن برای مراجعه به اون صحبت، حالا یک اشاره‌ای به اون بکنن، تایید بکنن یا رد بکنن. به این بیمار ما میگیم آفازی بروکا. یک سری مشکلات دیگه‌ای که در اثر شبه زبان پریشی هستش اختلال آپراکسیه که در اون برنامه ریزی ایده‌ای حرکتی مشکل داره. بیمار به صورت خود به خود یک سری کلمات رو بیان میکنه که خود آپراکسی هم البته دسته‌بندی داره. در مورد گفتاریش آپراکسی گفتاری اینجوریه که یک کلمه رو میتونه به خودی خودش بیان بکنه، تلفظ رو بدون ایراد میتونه بیان بکنه، ولی در تقلید از ما مشکل داره. این هم میشه آپراکسی. ببینید اینها رو درمانهای مختلفی ما برای هر نوع زبان پریشی در پیش میگیریم. آفازی بروکا قبل از هر چیزی ما شروع میکنیم به یک سری ماساژ ها که میتونه به صورت پسیو یا اکتیو باشه روی صورت بیمار پیاده میکنیم و به مرور زمان با گذشت و با تغییر دادن ماساژ ها، انجام دادن تمرینات داخل منزل، بهبود تا حد خیلی زیادی اگر 6 ماه بعد از حادثه باشه اتفاق میفته. چون معمولا میگن 6 ماه بعد از حادثه که میتونه سکته مغزی یا تصادف یا هر چیزی که باشه یا عمل جراحی مغز باشه، 6 ماه بعد از اون رو ما میگیم 6 ماه دوران طلایی. اگر بلافاصله بعد از اختلال، بعد از ایجاد اختلال درمان شروع بشه، نوروپلاستیسیتی یا همون درمان بهبود عملکرد نورون‌های مغز خیلی سریعتر اتفاق میافتن که باید در کنار گفتار درمان، کار درمان و همینطور فیزیوتراپ و پزشک مغز و اعصاب پیش بره. مورد بعدی آفازی ورنیکه بود که ما باز هم شروع میکنیم درک بیمار رو بالا میبریم با کمک تصاویر، با کمک تطابق کلام با موقعیت، که این هم مرحله به مرحله از کلمه شروع میکنیم به سمت جمله، به سمت گفتار خود به خودی، به سمت ارزم به حضور شما که تعریف خاطره و به همین ترتیب. در مورد آپراکسی هم خیلی تاکید دارن به این که بیمار از آینه استفاده بشه برای درمان، برای تقلید. افزایش آگاهی تو این بیماران میتونه خیلی کمک کننده باشه. اینها رو داشته باشید. باز هم سعی میکنم اینها رو بیشتر باز بکنم و با کمک یک ویدیویی که در انتهای فیلم خواهید دید مقدار بیشتری با زبان پریشی آشنا خواهید شد. مرسی از توجهتون.